اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام علیکم جناب از شما مردم شریف بزرگوار آبادان. همه ما آبادانی محسوب میشیم، ایرانی، چون اومه آبادانی دیگه. خب خوشحالم از اینکه باز یه خدمت شما هستم. موضوع نقش بحث تحولات منطقه و نقش ایرانه. ببینید، من راست حسینی بخوام براتون حرف بزنم، این سری مسائل رو نمیشه گفت. دلیل نگفتنش اینه که خب دشمن هم میشنوه. یک سری از مسائل رو نمیشه گفت چون الان شرایط وفاق موده و ما هم بنامون این نیست خدا وکیلی بینی بین الله. آره چیز نکنیم، ور نریم با این وفاقه. هرچند حتما وفاق خوبه، حتما در این تردیدی نیست، حتما اینکه تمام ارکان و اعضای کشور حول منافع ملی، حول ارزش‌های مشترک دور هم جمع بشن که اصلا شرط عقله. اصلا در این تردیدی نکنید. وقتی شما به سیره اهل بیت هم نگاه میکنید ببینید همینه. با کسانی کمک کردن، به کسانی کمک کردن که غاصب حقشون بودن. بینات تاریخه. آنقدر همکاری کردن که بعضی به شک افتادن، گفتن نکنه بینشون اصلا دشمنی نبوده. امیرالمومنین درباره خلیفه سوم فرمود من انقدر، چطور بگم کوتاه آمدم، چه عرض کنم، که گمان این بردم که گناهکار نباشم. این خیلی حرفه. انقدر کوتاه آمد حضرت، انقدر همکاری کرد، انقدر. این شرط عقله ها. این منتها بحث بین دو تا مسئله است. ببینید برادر من، این که آیا آب و روغن رو میشه با هم قاطی کرد؟ نمیشه. هر چقدر هم بزنی بذاری کنار، آب و روغن از هم جدا میشن. اینا جنسشون یکی نیست. اون عامل اتحاد و اتفاق باید ببینیم چیه، مبنای اتفاق چیه. به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد امامت ما امان من الفرقه. اصلا شما امامت ما رو بذارید کنار، قطعا فرقه میشید. جامعه اسلامی فرقه شد. تو حدیث فرقه ناجیه میگن پیامبر فرمود امت من بعد از من 73 فرقه میشن که فقط یکیشون ناجی است، بهشتیه. 72 تای دیگه بهشتی نیستن. اینجوری بگیم بهتره. اما واقعا یه سوال، من حتی مثلا از شیعه میپرسم، میگم مطمئنی او اثنا عشریه؟ مثلا 6 امامیه نیست، 4 امامیه نیست. از برادران اهل سنت هم پرسم، میگم حداقل 4 تا گروه که هستید، مالکی، شافعی، حنبلی، خب حنفی. یه همین الان داره میگه فقط یکی. میدونی که اینا اهل سنت هم به سند صحیح آوردن این روایتو. حول چی باید اتفاق بیفته؟ ما مشکلی که با غربی ها داریم به خدا قسم سر تکنولوژیشون نیست. به حضرت عباس ما نه ضد تکنولوژیم، نه تکنولوژی بدمون میاد، نه از علم بدمون میاد. هرگز اینطور نیست. حداقل شما مشی منو میدونید، من با اینکه مجموعه خصوصی دارم، مردمی دارم، 1 ریال هم بودجه بیت المال ندارم، تو لبه علم حداقل کشور، اگه نگم دنیا، محصولات دارم تولید میکنم که به درد کشور خورده. من که حرفم این نیست. بس بر سر یک تضاد بر مبانی است. اینا به این سادگی نمیتونی شما اینا رو به هم ربط بدی. بس بر سر اینه که یکی عمیقاً طرفدار اسرائیل، یکی عمیقاً از یک چیزی مثل اسرائیل بدش میاد. اصلا اسرائیل موضوعیت نداره. اسرائیل بذار کنار. اسرائیل شکل هویت یافته، ظهور و بروز یافته اون حرفاست. نتانیاهو بلند میشه میره توی کنگره آمریکا، سر پا چند بار بلند شدن، 80 بار بلند شدن، براش دست دادن وسط بچه کشیش. این با ذات ما در تضاد. ما نمیتونیم، ما توی فرهنگی بزرگ شدیم که او هرمله است توش، بچه کشه. من چطور بتونم اصلا تشیع بذار کنار؟ فرهنگ اصیل ما ایرانی هم این کار، فرهنگ هر انسانی. ایرانی ها چیه؟ یارو تو دانشگاه هاروارد هم تحسن کرده، بعد یکی تو دانشگاه الازهر اسلامی سکوت کرده.
اینجا میفهمی ظاهرا این ظهور و بروز همین احکام فقط نی، یه چیز، یه سرمنشأ دیگری دارد، مبنا یه چیز دیگه است. ما بحثی بر سر بنا نداریم، مبانیمون در تضاده. مبانی اگر آلوده بشه به حضرت عباس پیغمبر خدا نمیتونه کاری کنه. مبانی بنی اسرائیل آلوده شد به شرک مصر. یؤمنون بالجبت و طاغوت. این جبت یعنی ایجپت، یعنی فرهنگ مصر. مصر کلمه عربیه، یعنی شهر. و هر شهری میگن مصر. اهبطوا مصرن، برید یه شهری، نه که فقط برگردید مصر. که چون تمدن داشت، شهرنشینی داشت، اسمش هم شد مصر. بعدها مثل مدینه یعنی شهر. حالا مدینه النبی همون میگه. الان چند نفر میگن مثلا رفتیم مکه و مدینه، میگم رفتیم مکه و مدینه النبی، نبیش هم میگن رفتیم مکه و شهر. اما معلومه وقتی داری به صورت جدا داره استفاده میشه، منظور مدینه النبی، مشهد، محل شهادت، اینه دیگه. اسمش ایجپته. ایجپت. قرآن میفرماد یؤمنون بالجبت و طاغوت. ایمان داشتن به اون. به طاغوت آدم میتونه ایمان داشته باشه، آره. بچه‌هاشون رو سر میبریدن، اما اینا اعتقاد داشتن، میگفتن دمشق هم عجب عرابه‌هایی داره، عجب اهرامی ساخته. بهشون هم میپرسی، یعنی میرفتی رأی گیری میکرد کل بنی اسرائیل، آقا کی باباتون رو در آورده؟ میگفتن قبطی‌ها. همشون اینو منکر کسی نیست، هیچ کدومشون منکر نبود، اما دل داده بودن. آیا میشه آدم به دشمن دل بده؟ بله، کتب علیه انه من تولاه، قرآنه میگه ولایتشو میپذیری، اصلا دل میدی، باورت بر اینه که از اون کار برمیاد. فلذا این اختلاف در مبانی است. حضرت موسی اصلا دیگه بنده خدا چیکار باید میکرد؟ عصا جلوی اینا اژدها کرده، اینا قصه که تعریف نکرده قرآن که این مادر بر بچهش بگه شب خوابش ببره، که کتاب قصه نیست. برادر عزیز من، خواهر بزرگوار من، فاعتبروا، میخواد عبرت بگیره. میگه بابا من کوه به این آیه قرآن، میگه کوه از ریشه در آوردم بالا کله این فلان فلان شده نگه داشتم. این فلان فلان شده تو قرآن نیست، این بخش من. میگه بالا کله اینا نگه داشتم، گفتم آدم میشید، گفتن قول میگفتن آره. بعد میگه دروغ میگن، من ته دلشون رو دارم میبینم. چرا؟ قلبه هایشان از محبت گوساله نوشیده است. تو گوساله دیگه چیه؟ بس رجل آپیس، خدای مصر باستان، به شکل گوساله میساختن. همین الان تو وال استریت، جلوی سر خیابون وال استریت همونه. سامری میخواست اینا منحرف کنه، چی استفاده کرد؟ رجلا جسدا له خوار. یکی بینشون کشته شد، میخواستن اختلاف شد، جنگ شد، میخواستن قاتل رو پیدا کنن. خدا چیکار کرد؟ گفت برید یه گوساله بکشید. میبینی؟ برای چی میگه گوساله رو بکشید؟ یعنی اون محبوبتون رو بکشید. میبینی بهانه میارن؟ یعنی نمیکشیم. چه رنگی باشه؟ خود گفت زرد باشه. هر چی اینو میخوام بپیچونن درن. ای خدا، آدرس قرآن بخونیم، قرآن بفهمیم. قرآن آیه‌شو اون از سوره طه برده بیارون، یکی از اعراف بیارون، یکی از بقره برده بیار، کنار هم دیگه بچین بفهم مشکل بنی اسرائیل چی بوده. وقتی مبانی آلوده شد به فرهنگ طاغوت، پیغمبرش نمیتونه کاری بکنه. آیا ما هم ممکنه آلوده بشیم؟ قطعه به یقین. چه که سفید امضا به ما دادن حضرت عباسی، نه. چرا دوام آوردیم؟ ما حلال داریم. هر دفعه آلوده میشیم یه چیزی هست، یه اسیدی هست، میزنی حلش میکنه. چی اون؟ امام حسین. من فکر کردم رو اینا، عمر گذاشتم. خیلی از این کسایی که شما سخنرانی‌هاشون رو میشنوید، کتاباشون رو میخونه، حرفاشون رو میشنوید، ما نشستیم 7-8 ساعته کل کردیم، بحث کردیم، سر هم داد زدیم، بحث طلبگی کردیم با هم. من رسیدم به این. اون دوباره برمیگردونه تنظیمات کارخونه، میبره دلمون رو. اینجوری نیست اصلا، نمیتونی در مقابلش ایستادگی کنی. جذابه، زرق و برق داره. باز یه محرم میشه،
میاد با فطرت بازی میکنه. هی حجتاش آشکارتر میشه، یه داعش اون طرف در میاد، یه اربعین این طرف. میبینی اینا همزمانیش میگه اتفاقیه. یعنی اونا پیش میان، خدا هم پیش میره. تعادل رو نمیذاره به هم بخوره. چرا میگن لقب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف منصوره؟ بعد میگن چون میخواد بیاد آیه داریم دیگه، کسی که به مظلومیت به شقای قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه، قرآن میفرماد ما اجازه دادیم که ولی دمش بیاد انتقام بگیره. انه کان منصورا. مراد این ظهوره و این آیه در مورد حضرت ولی عصر. یعنی چی؟ بعد 1400 سال بیا انتقام بکشه. چی انتقام بکشه؟ فکر کن مثلا بابا بزرگای ما با هم دعوا کرده باشن، بعد یکی رو زده کشته، خب بعد الان من شما دعوا کنیم ملت میخوام آقا ول کن، شما چقدر کینه‌ای هستی، ولی بابا بزرگ رو ول کن آقا. نه بابا بزرگ 1400 سال. بحث بر سر این نیست، بحث بر سر همین دو سبک زندگیه. ذات اون استکبارگر ذاتن گرگه، او به خودشون رحم نمیکنه. به دانمارک رحم کرد. دانمارک به بدبختا چیکار داشت؟ با آمریکایی‌ها چیکار داشت؟ دانمارک بدبخت میگه گرینلند رو باید بدی، زیرش پر نفت و گازه. باید کانادا دیگه، کانادا به حدی برای اینا کوتاه آمد. چیکار باید میکرد این ترودو؟ تو تمام بازیاشون علیه کشور دیگه شرکت کرد. ببین چیکار میکنه؟ همه اینو بذار کنار. اوکراین نمونه ظهور و بروز یافته کثافتکاری مستکبره امروز. واقعا من دلم بالا نمیسوخت اوایل. اما چند وقت پیش سخنی که تو این یک آخر زمان فقط نقش شرکت بلک راک امریکایی صهیونیستی رو گفتم تو جنگ اوکراین، خودم دلم بالشون سوخت. خدا وکیل از کاری نداشت کنار روسیه داشت زندگیشو میکرد. روسیه میگه عضو ناتو نشو، میتونست نشو. دولتش ضد روسیه اومد سر کار، انقلاب رنگی شد، چی شد، توی صادرات گاز از اوکراین به اروپا اختلال به وجود آورد. هیچ کدوم اینا منجر به جنگ نشد. روسا میگفتن عضو ناتو نشو، همین خطر امنیتی داری برای ما، من نمیتونم بپذیرم بیخ گوشم یه نفر بیاد اینجوری شکل بگیره. همین کوتاه آمدن یه دلغک رو برداشتن، یه دلغک یهودی رو برداشتن آوردن رئیس جمهور کردن اونجا. بعد چی شد؟ جنگ در گرفت. کمکش کردن، میندازیم جلو، برو ما باید کمک میکنیم. روسیه رو درگیر نگه دار، ما باید روسیه رو موتورش رو بیاریم پایین، به بهانه تو یه کاری کنیم تجاوزگر باشه تو جنگ که بتونیم انواع اقسام تحریم. چه نوع تحریمه؟ هنوز برخ از اون تحریما رو ما اجرا نکردن. تیم فوتبال روسیه تحریم شد تو جام جهانی. جز اینه ادامه درگیر نگه دار. از قبل هم آماده بودن. روسا نمیرسن با چه فضایی میخوان برن به جنگن. بیچاره شده بودن اون ماهای اول جنگ. یه جنگ نامتقارن، کشاورزه یا دوش پرتاب در میورد، هلیکوپتر میزد دوباره میرفت پشت تراکتورش میشست. تو طویله و کادون و فلان همه انبار تسلیحات از قبل آماده، چند سال قبل آموزش دیده. خوشحال بود دیگه. من یه کنار آمریکا، اصلا رفیق شیش آمریکا منو کنار نمیذاره. این بود دیگه. 500 تا 600 هزار نفر برآورد کشته شده های اوکراینه. جنگ ما 220 هزار تا شهید داشتیم. 8 سال 3 برابر. جوون دیگه نمونده. هر موقع انقدر تعداد کشته شنیدید شما خودتون باید ضرب در یه عدد معقولی بکنید، بگید میشه چیا؟ معلولینش. که اونا یک از کار افتادگی دیگه دارن، واسه اون کشور باید بشینن فقط بیمه مصرف کنن. هی بهشون اسلحه میداد. اسلحه ها رو بعدن اعتراض کردن آمریکایی، گفتن مالیات ماست. گفتن نه دولت ترامپ، تو هم دولت بایدن گفتن همینا قرضه، کمک بلاعوض نیست. گفتن قرضو چجوری میخواد پس بده؟ زمیناش 100 ساله، زمیناشون 100 سال حاصل خیزترین زمینهای دنیاست، زمینهای اوکراین.
100 ساله اجاره کردن، وثیقه اون وام گرفته شده رو گذاشتن 100 ساله. بعد شرکتی که به اینا اسلحه میداده چی بوده؟ بلک راک بوده. بلک راک تو کجا دیگه باز دوباره سهام داره؟ تو بذر، آفتکش ها، سموم و گیاهان و کشاورزی. عجب. یعنی از F35 سهام داره تا بذر. به همون اکتفا کردن؟ نه. ببین با پوتین الان رفتن نشستن، خود اوکراینیا را ندادن، گفتن 20% که از کشورش گرفتی مال تو، زمین مال تو، زیر زمین مال من. این مقداری که روسیه از اوکراین گرفته برای تولید سالانه 8 میلیون تن گندم کافیه. تقریبا ما همین هولوش تولید میکنیم. ایران بین عظمتش. ببین چی شد. بعد گفتن معادنش هم مال ما. روی زمین تون 80% که آمریکا سهیمه، بلک راک چون رفته زمیناشونو گرفته، زیر زمین هم معادن و فلزاتشونو. چی مون برای اینا؟ بیشتر از این همراهی کنی؟ آیا باز به این معنی که اصلا شما مثلا آمریکا رو اصلا چیز اختو فلان؟ اینم نیست. بدون کیه؟ بدون چیه؟ موسی و هارون هم رفتن با فرعون حرف زدن، فوش هم ندادن، فقول الله قولا لینا، نرم هم صحبت کردن. خب بره حرف بزنی حرف بزن، حرف زدن اشکال نداره، با دشمن هم میشه حرف زد. وسط جنگ خط تلفن خط قرمز هست که هر لحظه با هم تماس میگیرن. وسط قطع روابط کشور واسطه میذارن، سوئیس مثلا. همه کشور اینا که حالا قبلش هم نبود، قبلش هم بوده، قبلش هم بوده. اما این که تو تمام باورت به او باشه، این غلط محضه. یعنی نتیجه جز همین اوکراین شدن نداره، نتیجه جز لیبی شدن نداره. چیکار کردن لیبی رو؟ آقا شما در مورد لیبی واقعا اطلاعات درست مردم ندارن. لیبی از نظر دولت‌های رفاه جز سرآمده‌های دنیا بوده. شما ازدواج می‌کردی بهتون خونه میداد، رایگان. 5 سال خونه رایگان میداد دولت لیبی. همین قذافی اگر بچه دار میشد یه اتاق بزرگتر میشد. شما خرج درمان تو میداد. اگر جوری باید درمان میشدی که تو لیبی نمیتونستن درمانت کنن، نداشتن، یه نوعی از سرطان بود، یه بیماری خاصی بود، باید میرفتی خارج، بخشی از هزینه خارج رفتن تو میداد. میگفت این بی‌عرضگی من دولت بود، این نوع درمان رو در داخل ندارم. میدونستید؟ الان جوری شده بلای سر لیبی آورده که مردم لیبی با چراغ قوه دنبال قذافی میکردن. اگر پسرش سیف الاسلام قذافی تو انتخابات شرکت کنه 95% رای میاره. لیبی چی شد؟ هسته‌ای داشت، آمریکا ما روش زوم کرد، مذاکره، بعد کل هسته‌ای تو بدی. کل هسته‌ای چرا میترسید؟ میگفت نکنه وسط جنگ بری توی زیر زمینی یه جایی بمب اتم درست کنه، نزدیک اروپاست، میتونه ما رو زیر چیز ببره، فشار بیاره. این احمق هم هر چی داره نداره هسته‌ایش بود گذاشت توی کشتی تحویل آمریکا داد. خیالش تخت شد که دیگه نمیتونه بزنه. اینا توی دست چوب بود، دست تفنگ بود، با یه لطایف الحیلی گفت بیا با هم تفنگ تو بده تا با هم حرف بزنیم. تفنگ تو گرفت شلیک کرد بشه. به همین سادگی. یعنی بچه 4 ساله، دو تا بچه 4 ساله با هم دعواشون میشه، میگه ول کن تا ول کنم. ای دارن موهایمو میکشن. اون میفهمه. مسئله سر همین تضمیناست. مگه نگفتن امضای آقای کری تضمینه؟ گفتن نگفتن؟ کری امضا زده بود یا نزده بود؟ بله. تضمین بود یا نبود؟ نه. خب خدا وکیلی 2 متر زمین و شما یه نفر 2 متر زمین تو یالقوزآباد و سفلا رو با این شرایط اگه خرید و فروش کرده باشه، مردم به ریشش میخندن، میگن این چه وضع قرارداد نوشتنه. بعد شما مثلا با سرنوشت کشور اینجوری. خب ببینیم مدل‌ها رو ببینیم لیبی چی. چرا میگم لیبی؟ چون اخیراً الان مسئولین ترامپ، دولت ترامپ دارن مصاحبه میکنن، میگن ما مدل لیبی باید در مورد ایران اجرا بشه، همه چیشو باید تحویل بده. بعدش چی شد؟ وقتی یه خیالشون راحت شد نمیتونن بزنن.
حمله شکل گرفت. چرا؟ قبلش به سادگی یه بهانه کافی. اون بهانه اصلا مهم نیست چیه، هر لحظه خلق میشه. یهویی یه دونه پرده برداری میکنه از یه تیکه آهن، میگن با این بمب فلانجا رو شما زده بودید، تمام. بهانه است. برای حمله به صدام بهانه ای لازم بود؟ نه خداوکیلی بعد از افغانستان صدامو چرا زدن؟ تو 11 سپتامبر نقش داشت اصلا عراق؟ بیشترین تبعه حمله کنندگان به 11 سپتامبر عربستان سعودی بودن. از 19 نفر اشتباه نکنم 15 تاش سعودی بودن. به عربستان حمله میکرد، من میگفتم یه جا رو چیزی دارم میفهمم، حالا یه ربطی داره. به عراق چرا حمله کردی؟ سلاح کشتار جمعی داره. پیدا شد؟ نه. 1,200,000 نفر عراقی کشته شدن. آقا شوخی نیست این عدد رقم‌ها. 1,200,000 نفر. باز یادمون نره جنگ خودمون 220,000 تا شهید داشت. خب شما فلان گروهتون تروریستی آقای لیبی، حمله ناتو چیا رو زدن؟ تمامی زیرساخت‌های لیبی رو زدن. چه زیرساخت‌هایی؟ آدم میخونه، آدم بررسی میکنه، جیگرش آتیش میگیره. هیچ نموند. یه نیروگاه برق موند، یه پل موند، همه رو شخ زدن. قبلش چیکار کردن؟ مراحل نگاه کن. مذاکره کرده، هسته‌ایشو گرفته، تحریمش کرده. حالا این دنبال رفع تحریم بدبخت. تمام پولا بیرون چی شده؟ بلوکه شده. گفتن خب اینجا که شخم زدیم دیگه، درسته؟ بابت و جنگ داخلی در گرفت. حالا میدونید دیگه لیبی چه؟ از ترکیه اون توه تا آمریکا و فرانسه و چه و چه. خب حالا پولای بلوکه شده بیرون باش دارن چیکار میکنن؟ به اینا چی میدن؟ اسلحه بیشتر هم دیگه رو بکشید. به فرض جنگ قطع هم بشه، دوباره برق نباید داشته باشن، هم پولای خودشون. برای وقتی اینا مثلا میان سپاه تروریست اعلام میکنن، من میفهمم این نقشه بعدی چیه، میدونم قصه اینا چیه. این یه بهانه است. واقعیت رو بگیم، مثلا فکر کردی خب با لیبی دیگه بنده خدا چیکار باید میکرد؟ اصلا اوکراین که اصلا هیچی نه، اصلا خودشون بودیم برا سرش آوردن. لیبی رو حالا میگه کلکلی باشون داشته. ببین نابود شد. در لیبی بزرگترین منابع آب شیرین زیرزمینی جهان کشف شد. دنبال نفت میگشتن، با آب شیرین رسیدن. آقا حجم این آب باور نکردنی بود. آزمایش کردن آب شیرین، 1 دریا آب شیرین زیر بیابونای لیبی. اینا همون بره همون موقع دولت قذافی اینا رو آبو کشیدن بیرون، لوله هایی گذاشتن برای انتقال آب. تو تصاویرش هست، ماشین میتونه توش حرکت کنه. بزرگترین پروژه آبرسانی جهان بود. جهان در لیبی انجام شد. همه رو نابود کردن، همه رو زدن. تمام ایستگاه‌های پمپشون، تمام اون جایی که اصلا میدونستن خط لوله کجاست، اونجاها رو بمبای سنگرشکن میزدن. سوراخ میکردن اون تو تیکه تیکه میشه که بعدن هم نتونن اینو درست کنن. اینا حرام زادن. شما آنگلو ساکسونا رو نمیدونید چی هست. این واقعیت. حالا ما به دست خودمون بریم دو دستی دار ندارم تقدیم کنیم که چطور با اون برخورد کنه؟ شبیه لیبی؟ سوریه بشار اسد رفت دیگه، دوست و برادر این صهیونیستا هم از سر کار دیگه، همین النصره یا جز اینه. اسرائیل چرا فردا شروع کرد حمله کردن؟ اسرائیل چرا فردا شروع کرد تمام زیر ساختار رو زدن؟ این بی غیرت هم سرشون پایین میگفتن گربه بود. اسرائیل بمباران میکرد، شروع کرد گرفتن، اومد ارتفاعات فوق استراتژیک که دور مرز با لبنان گرفت. همین دیروز پریروز قصه بوده، نه؟ همین داره میگیره روشون میبره. ما دیگه ایران رو راه نمیدیم. ایران چی؟ ایران رفته داداش، این بری رو نگاه کن. مردی که تو اسم جولانیه، همون جولان شما رو گرفتن، شهرتون حداقل
باشو لاتیشو پر میکنی یه اونوری هم برید، این مردید. تجربه مردمی که تجربه پیدا نکنن، تجربه نگیرن، نوش جونش. قرآن قصه حضرت موسی رو تعریف میکنه برای قوم پیامبر خودمون. نعل به نعل قوم پیغمبر همون مسیر رفت. برای همینه قرآن، شما رافضی قرآن دارین؟ با شما ندارید قرآن نمید چیه؟ و گوشی منو بده، گوشیم بخونم. آقا بعدا فیلمش میاد بیرون شوخی داریم میکنیم، میان تو حسینی ها اینا قرآن پیدا نشد. به سوره یاسین پیدا کن بده، به دردی بخوری. خیلی جدی میان قرآن نداریم. بیا من 440 من حفظم، بیا. تو اصلا وضو نداری اینجا دست میزنی. مطمئن. اینجا نگاه کن خدا چه جوری در مورد امت خود پیامبر صحبت کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. آقا کی میخوای انذار کنی؟ نه باباهاشون مگه انذار شدن که اینا بشن؟ غافلن. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. قطعیت داشت، حقو بیان بود، باید میفهمن. اکثرهم، چه اتفاق بعد پیامبر افتاده که اکثریت اینجوری به باد فنا رفتن؟ اینا ایمان نمیفهمن. لا یؤمنون. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. چی میگه؟ میندازیم رو گردنشون، چشاشون بزنه بالا. قلاده میندازیم. خود دست شما نکن هستش. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. یه کار میکنه اصلا نفهمن، به بصیرت نرسن. دیگه اوج دشمنی خدا با کسی ها، خدا با کسی دشمنی کنه دیگه راه فهمم برش میبنده. و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اصلا مهم نیست انذار بدی به اینا ندی، هیچ فرق نمیکنه. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشره بمغفرة و اجر کریم. تو فقط کسیو که قلبش نرم شده است، خشی الرحمن بالغیب، فقط اون رو میتونی کمکش کنی. بعد مثال اون قریه رو میزنه قرآن. این چیزی داره تو در مورد یهودی هم همجوری حرف زده خدا. سوره جمعه چی میگه؟ یه فایده نداره. این خاخاماشون تورات با خودشون میبرن مثل خری که داره بار میبره. چه میفهمه اون بارش چیه؟ همینطوری حرف زده قرآن. مثال 1000 آیه در مورد بنی اسرائیل آورد که مسلمان ها درس بگیرن. درس گرفتن؟ نه. یهود عهد شکنی کرد، اینا هم عهد شکنی کرد. اونا عهد خدا رو شکستن در کنار، در پایین کوه سینا، اونا عهد خدا رو شکستن در غدیر. ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون سنگ شد، دلای اینا هم سنگ شد. اونا پیغمبر کشتن، اینا بچه پیغمبر کشتن. اونا انبیاء الهی ذبح کردن، اینا پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در کربلا تکه تکه کردن. چی دنبال چیم؟ فقط فوش به یکی دیگه بدیم؟ نه، ما خود ما مسلمان ها کار داشته. و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم. میثاقشون چرا ملعون شدن؟ چرا ملعون؟ میدونید چی؟ همین که دیگه خدا با طرف صحبت نکنه، همین که بگه فهم لا یبصرون، دیگه به بصیرت نمیذارم برسه. میگه چرا لعنت بشه آدم اینجوری بلای سرش بیاد؟ چرا ولعناهم ولعنوا بما قالوا قاتلهم الله. این آیات در مورد یهودی است. برای چی؟ فبما نقضهم میثاقهم، چون عهد شکستن. مسلمان عهد شکن نکردن، چرا؟ کاری داره خدا براش فرق میکنه؟ مثلا این چش ابروش مشکی‌تر از اونه، تخم دو زرده برای خدا میذاره، خبرها نیست. میگه درس بگیر. از نظر من خطای مسلمین از یهودیان هم بالاتر بود. این چرا؟
چون یهودیان کسی نبود ازش درس بگیرن. مسلمین 1000 تا آیه در مورد بنی اسرائیل داشتن که باید درس میگرفتن. حدیث هم نبود، خود آیه است. کور بودی نخوندینو. میدونی که ما هر بار قرآن میخونیم یه اثر انگشت از همون میگیره، از ما اثر انگشت میره. شما نرم افزار داری نصب میکنی همینجوری میاد، با هم اولش یه توافق نامه‌ای داره، تفاهم نامه‌ای داره، اینجوری اصلا ما هیچ کی هم نمیخونش، میاره پایین نکس آی عکس من قبول کردم، آی اگری موافقم، نکس فینیش، اشاره یه ریستارت میخواد. اینا قرآن هر بار میخونی میگه تاییدیه بده، خدا راست گفت، تاییدیه بده، زود باش، نمیگه صدق الله، بارک الله، برو خداحافظ، من اون ور کارت دارم. تک تک این صدق الله رو میاره جلو چشت. می تو بنی اسرائیل نیدی. بعد میشود دیندار بود اما وسیله مستکبرین بود. بله خدا یهودی هم دین دارن، به حضرت عباس دین دارن، اونا دین خودشونو دارن. یه جایش از من شما محکم تره. تو مذهب ما شیر و گوشت و مثلا با هم بخوری کراهت داره، تو اونجا حرامه. صبحونه نون پنیر بخورن، نهار وعده غذایی که توش گوشت باشه نمیخورن. همین یهودیایی که جاسوسای یهودی که پیدا شدن در تهران، اینا شیر و گوشتشون رو جدا نگه می‌داشتن، یخچال لبنیاتشون با متفاوت بود. مثلا که دلیلی که فهمیدن همین بود دیگه. خیلی جدی‌تر 1 ساعت نمازشون طول میکشه. تو 5 دقیقه دون پاشیدن رو زمین، منو تو سر در کار هم میاریم. اصلا مسئله خدا این نیست که تو خوب چجوری خم و راست میشه کم نگاش کنم باریکلا این قشنگتر. اصلا مستکبرین هم با این کار نداره، شیطون هم با این کار نداره. برو دور خونه کعبه انقدر بچرخ سرگیجه بگیری. نه شیطون معترض میشه، نه آمریکا معترض میشه، نه اسرائیل معترض میشه. به خدا برو انقدر تو ایا صوفیه ترکیه خم و راست شو، فنر کمرت دره. اگه یک جا اومدم چرا شما انقدر خم و راست میشید در ایا صوفیه؟ وا ویلا کنوانسیون های حقوق بشر مثلا. برو بابا تحتش داداش میگه از شیطون بیشتر میخواد نماز بخونه. میگن 6000 سال بی پدر نماز خونده. به چه درد خورده نمازه؟ هیچ. اصل دین اینه، هندسه دین و در احکام بخشی از اینه، خیلی هم مهمه. هر کم بذاره کنارش باید جلوشو گرفت. ایرادی که تصوف دوچارش شد همین بود، ایرادی که مسیحیت دوچارش شد همین بود. احکامو گذاشت کنار، شل گرفت، از اون ور بوم افتاد. هر چیز اندازه این هندسه، این تناسب این نباید به هم بخوره. رابطه بین این اصول اعتقادات، بین اخلاق و بین احکام، این تناسب داره. این زوایای این مثلث اندازه اینا درست باید باشه. هر کدوم کم و زیاد بشه دینداریت کج و کله است، هیچ فایده ای نداره. یعنی تو میگه این همه تو قرآن خوندی، این همه آیات بنی اسرائیل خوندی، حالا ما بلا که سر ما بیاره از اون صدر اسلامی بیشتره ها، بهت بگم. چون باز ما الگوی اون چیزی میگه فاعتبرویی برای اونا داریم، باید عبرت بگیریم. مثلا بیاد طرف یزید فوش بده، لعنت بر یزید، بره با نتانیاهو ببنده. خود میگه وایس تو ببینم کجا؟ فینت از زبون وایس تو ببینم چی، تو چطور به او فوش دادی با این بستی؟ پس همینه که امام زمان برگرده میگه از قاتلان امام حسین انتقام میگه. قاتلاش هستن تو همون فرهنگ زیست میکنن. او وهابی ابلهی که به یزید میگه رضی الله عنه، یعنی خدا از او راضی باد، خود یزیده. خود اونه، چه فرقی میکنه؟ مسئله ما اینه، مسئله مبانی چه در خارج چه در داخل. در خارج کل دنیا، کل مسلمان شیعه سنی دیدن که فقط 4 تا کشور شیعه دفاع کردن از بچه سنی. بود بسم الله بیارید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ترکیه یا زر زدن، حرف مفت زدن، ما علم میکنیم بل میکنیم، بعدن به نفع اسرائیل اومدن سوریه رو اشغال کردن.
خنجر از پشت به امت اسلامی زدن. به کی زدن؟ به فلسطین زدن. فلسطین اصلا خدا میخواد فلسطین باید این کشور همینطور سنی می بود که فردا دهن اینا بیان، نه اینا به شیعیان فقط کمک میکنه. اصلا باید خون سید حسن نصرالله ریخته میشد، باید خون این شهید بزرگوار ریخته میشد که دهنا بسته شه فردا. و فردا خدا همینجوری که وقتی اینا رو خیرکش کرده داره میارشون توی محشر، بگه خب کجا بودی، چیکار میکردی؟ بگو. باید پاسخ باشه. حالا ببین یه سری چیزا هم هست من و شما خبر نداریم. ما مثلا در وعده صادق چرا اینجوری انجام شد اونجوری انجام شد، به این سادگی که من و شما فکر میکنیم، به این تحلیل خطی اینجوری نیست. فکر نکن مثلا من و شما الان یه چیزی میدونیم مسئولین مثلا خائنن فلانن به امان، نه اینطور نیستا. منصفانه من خودم منتقد این جماعت مسئولین بعضیشون رو نشانه‌های ظهور میدونم اصلا. خب آره مطلقم هم انداختم، هر جا میخوام برم سخنرانی به خدا ندید نشید به شما زنگ نزدن، منم خواستم اینجا تماس نگرفتم بینی بین الله به آقا میفهمم. بله اصلا من هر جا میرم زنگ میزنن قبلش، آقا چرا اینو دعوت کردید؟ رو ویبرن من میرم یه جا سخنرانی میگم الان یه چیزی نگه فلان. هر جا کلی سخنرانیمو کنسل میکنن. مثلا هم در مهمه، من وظیفه‌مو دارم انجام میدم. اونی که برای من وظیفه تعیین میکنه از من جهاد تبیین خواسته، من به جای که بنر بکنم تو در دیوار بزنم شروع کردم شهر بشه دادم چقدر کارم انجام بدم. واقعیت اینه. و ادا اطفار رو آقا گفتن و حضرت آقا گفتن که نیستش که. تازه حضرت آقا هم نمیگم، میگه هست آقا. در عمل بیا نشون بده حرفش رو زمینه یا نه. رفته نشسته بر مسئولین داره سخنرانی میکنه، به خدا میگه من شرمنده شدم. گفت یا نگفت؟ میخندیدن. من قشنگ یادمه و بچه بودیم نشون میداد، جلسات جماران رو نشون میداد، امام سخنرانی میکرد گریه میکردن مردم. امام شروع میکرد به خودش چیز گفتن، نه خودش رو نقد میکرد. ما اونطور که باید این کارو نکردیم، ما باید فلان. شو گریه ها همینجوری میرفت بالا. آدم میگه 3 سال شده، میگه شده 4 سال هر کر میخندن. میگم منی که خودم منتقدم دارم میگم که مسئله این نیست. خیلی وقتا خیلی از مسائل هست من شما خبر نداریم، ساده نگاه نکنیم. چون ببین شما میگه 80 میلیون جمعیت، بله اینا چه تفکراتی دارن؟ بلا تشبیه مردم ما حضرت موسی با 12 سبط مواجهه، خب هر کدوم یه دایره‌ای بزنه میرقصن الکی. ببین زجر کشیدن، سختی کشیدن، اما 2 دره بازن. با یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. گفت وارد این سرزمین بشید. فلسطین رو گفت دست عمالقه بود. گفت وارد اینجا بشید، اینجا رو بگیرین. فسبن تبرب انها هنا قاعدون. ما اینجا نشستیم، تو خودت خدات بره. اجدا اسوار بر کجا نگه داشتی بنداز اجدا بشه. ما چرا کار میکشی؟ نگفتن آیه قرآن نمیخونیم؟ نه بیان شده. این تاییدیه هم از هممون گرفتن. صدق الله عرضه داشت تو آرشیو الهی موجوده. اما همان به امیرالمومنین وقتی به حکومت میرسه، ببین اینا دارن نماز تراویح میخونن، مستحبی همیشه. یه نمازی زمان خلیفه دوم 2 تا چیز رو گفت، خب نماز جماعت که ثواب داره، ها نماز مستحبی هم که اصلا مستحب اسمش روشه، اینم که ثواب داره. این 2 تا رو هم یکی کنیم. نماز مستحبی جماعت یه ترکیبی جدید زد. خوبی بدعت بود. امیرالمومنین که به حکومت رسید، رفت دید اینا دارن قبل نماز صبح شروع کردن دارن همین نماز مستحبی جماعت. حضرت فرمودین بدعت، این زمان پیامبر نبود. آقا یک وا عمرا وا اسلامایی را انداختن تو مجلس، داد و بیداد، وا اسلاما وا عمر. باشه بخونید. اولویت من الان معاویه است.
البته سال پنجم حکومتش امام حسن با شلاق فرستاد، گفت برو اینا دارن میخونن جمعشون کن. اهم و مهم داره، زمان داره. باز ما ببین گفت نه تعلل کنید نه عجله. اندازه‌ای داره. بگه آقا آدم 2 تا 4 تا میکنه، میگه خب الان ما میزنیم اون چیکار میکنه؟ شطرنجه. خب اون کجاها رو میتونه بزنه؟ بخش انرژی رو بزنه. چی میشه؟ همینا کشور تو ناترازیه. واکنش ها چی میتونه باشه؟ متوجهی؟ این نیستش که شما فکر کنید مثلا الان من و تو فردینیم، اینا مثلا بندگون خدا ترسیدن. این نیست. بله نقد داریم در تاکتیک. مثلا من خودم بهم بگی میگم که همون اول که اینا غلط اضافه کردن، چه در مورد حزب الله چه در مورد خودم، باید محکم پاسخ میگرفتن. یعنی ببین مثلا حزب الله بعداً خونه نتانیاهو رو زد اما دیگه فایده نداشت. اگر اول این کارو کرده بودن اینا غلاف میکردن. و این هست، اینو قبول داره. بالاخره جنگ ادراکیه. میدونی اصلا اینکه از یاران امام زمان رعبه، منصورون به رعب، ترس، ذهنیت و ادراک طرف مقابل میریزه به هم. خدا باشون جنگ شناختی میکنه، ترس درشون به وجود میاد. توی خندق هم همین بود دیگه. جنگ خندق باد شروع کرد وزیدن به سمت اینا این سپرهاشون رو گرفته بودن مشرکین. شن میزد، یه صدای وحشتناکی تولید شد تو صحرا. ترسیدم، گفتم ولش کن اصلا ما اینجا. یا اصحاب کهف که تو غار بودن چجوری در حفظ موندن؟ مردم نمیرفتن اون تو رو نگاه کنن، میرفت اونجا ترسی بر دلت میافتاد، یه ترس عجیب غریبی. پس خارجی این حجت الهی تموم شد، داخلی حرفای اولمه. یعنی خدا میخواد حجت رو تموم کنه. از قضا من به شما بگم بعد از جنگ همین 8 سال دفاع مقدس خودمون که فاو دست ما بود، ما امام آتش بس قبول نمیکرد. یعنی گفت اگر اینجوری بشه که دشمن خیلی استراتژیک و راهبردی نگاه کرده، برای 100 سال نگاه کرده. چه جوری؟ نه چون امام این کار کرده من دارم میگم. اگه اینو یاد بگیرن که میشه با ایران جنگید، بعدش نشست مصالحه کرد، این چی میشه؟ دیگه تموم میشه. به معلمی از شاگردش پرسید، گفت ما یه لونه مرغیه توش 10 تا جوجه است، گربه میاد 3 تاشونو میخوره، چند تا؟ گفت هیچی. گفت خاک بر سرت کنم تو جمع تفریق کن. گفت هیچی نمیگه. چرا هیچی نمیگه؟ گفت اون دیگه راهشو یاد گرفته، اون دیگه راه لونه رو یاد گرفته. هزینه زا. این میتونید شما شروع کننده جنگ با ایران باشید، تمام کننده ولتون نمیکنه. دقیقاً عبارتی که اوباما برای اعضای کنگره استفاده کرد تو ماجرا مذاکره با ایران. گفتن چرا با ایران نمی‌جنگی، مذاکره می‌کنی؟ اونا مثل آدمایی دارن تندرو میگن اصلا همین الان حمله اتمی کنید به ایران. گفت چرا مذاکره؟ گفت ایرانی‌ها مثل بقیه اینا نیستن ها. شروع کننده جنگ میتونی باشی، تموم کننده نیستی دیگه، ولت نمیکنه. فرهنگ ما همینه، ما کشتیگیریم، ورزشمون کشتیه. میریم زیر یخم یارو میگیریم میمونیم همونجا ببینیم کی نفس کم میاره. اینکه مقاومت اسمش روش نمیره. ما بچه بودیم استخر میرفتیم ریزه میزه بودیم، بچه‌ها هم دیگه آب میدادن دیگه، به زور کله هم دیگه میفتن. من یه استراتژی داشتم، 2 متریا در میرفتن، نفس خوب میتونستم نگه دارم. این تمرین کرده بودم. یه گردن یکیشون میفتم پرتش میکنم تو 5 متری، نفس میام، من میموندم. هر کم میخواد بکنی بکن. آقا 20 ثانیه میشه 30 ثانیه دست و پا میزد اون زیر بنده خدا. این یعنی باید هزینه زا باشید دست به سمتت بردن. الان هم اگر نمیزنن کاری که با غزه کردن با ما نمیکنن، دقیقاً چون هزینه زایی، یعنی دارن هزینه فایده میکنن. ببینید رهبری چی گفتش که این محاسبات اینا دچار اشکال شده، دارن به شما حمله میکنن. این دستگاه محاسباتیشو درست بکنید. صدام سیستم محاسباتیش دچار اشکال شد، من 3 روزه تهران میگیرم. خب نه انقلاب جنگ شد، ارتششون فلان، بختیارم که با ما اینجوریه اونجوریه بده. همون اول تو خرمشهر به صد محکم مواجه شد. این مردم دارن دفاع میکنن.
یا از آذربایجان اومده ترکیه اومده تو خوزستان داره میجنگه. او یکی از مشهد اون فهمیدن بابا ایرانی بودن یه چیز دیگه ایه. این نیستش که شما یه کلاژی باشه ترک و فارس و عرب و عجم و مثلا دور هم جمع کردوشان با آب دهن به هم چسبونده باشی. نه اینا یکی هن. یه جاهای زبوناشون فرق میکنه. همونه. این همون ترکیه تو خوزستان همون خوزستانی تو مشهد. برای همین انسجام ملی رو هدف قرار دادن. میگن اینو باید ازشون گرفت. روح ایرانی بودن رو باید از اینا گرفت. دقیقاً همینجا باید برعکس عمل کرد. هر جای هر کسی هر طریقی میخواد این وحدت ملی رو بشکنه باید جلوش ایستاد. بعضن اینا طرف فکر میکنه کار خوب داره میکنه، لله و لرسوله این کارو میکنه، متوجه نیست، فکر میکنه کارش درسته اما خطاست. اهم و مهم داره، زمان داره. یک جایی شما باید تجاهل العارف کنی، یه جایی اصلا باید به دیده اغماض نگاه کنی بگی نبود. اگه 100 بود بگی 90. بوده در سیره اهل بیت، بوده هست. تو مبانی محکم باشید. اینا نباید هست. امام حسین چرا قیام میکنه؟ ببینید که تمام مبانی دیگه تغییر بده کرده. جوری چک در صورت با کشته شدن خودش ها مستکبرین زده که دیگه بعد از اون هیچ کس جرأت نکرد امامی را علنی بکشد. دقت کردید؟ هیچ کسی جرأت نکرد. بسیار هم قدرتمندتر از یزید بودن. بنی عباس در زمان هارون نصف دنیا دستشون بود. از مرز چین تا مرز فرانسه تا بارسلونا. یه سال در میان حج میرفت، میگفت یه سال فتوحات میرم میبینم، یه سال به ابرا میگفت، هارون میگفت هر جا میخواد ببارید تو سرزمینای ما میبارید. قابل مقایسه نبود قدرتش. اما جرئت نمیکنه موسی بن جعفر رو علنی به شهادت برسونه مطلقا. امام حسین یک بیمه آورد برای تمام بعد از خودش. یکی از نتایج قیام عاشوراست. مسئله اینه اگر بعد از جنگ هیچ جنگی دیگه نشد، بدون نتیجه خون اون شهدایی که 8 سال ول نکردن. اما سر ماجرای فاو، چون فاو دست ما بود، ما بعد از بحثی چیزی میگرفتیم دیگه. بعد عراق هم شما دیدید دیگه اینجوری باریک میشه و فقط از فاو به دریا راه داره. عملا ارتباط با دریاش دست داده بود. راهبردی و استراتژیک همین الان این مسیری که دارن میسازن، این طریق التنمیه، خب از فاو شروع میشه دیگه. بندر فاو دارن سرمایه گذاری کردن همین الان عراق. مثل توسعه که میگن حالا بیاد مثلا ترکیه بره بالا به سمت اروپا. خب براشون مهم بود. یک کارای اتفاق افتاد، حالا من باز نمیکنم، برید کتاب راز قطعنامه رو بخونید. میبینید یک کارایی شده که امام مجبور به پذیرش آتش بس بشه و این کارا داخلی بوده. آره از این موریانه ها هست، بوده، الان هم هست، یقینا هست، الان هم میبینی اثراتشو. این بگی نیست، این دیگه خود را به خریت زدن است. دقیقاً این اغماض نیست، این خود را به خریت و نفهمی زدن است. اینو میفهمیم. یک اتفاقات افتاد، تصمیماتی گرفته شد و نامه‌هایی نوشته شد و به امام. خلاصه فاو رفت. ما نصف اسرامون مال همون بعد اونه دیگه، جز اینه مال تیر ماهه دیگه. چیزی نمون که مجبور مذاکره بشه، آتش بس رو قبول کنه. بعد امام چی گفت جام زهر. معنی بعد اونم دیگه با مردم حرف نزد. امام دیگه بعدش، قبلش امام داره کوری میخونه، بعدش دیگه حرفی نزد. مظلومانه این اتفاق. بعدش هم به رحمت خدا رفت. خب بپرسید از بزرگترها، خیلیشون همین الان تو جلسه ما حضور دارن، وقتی قطعنامه پذیرفته شد چه گرد ناامیدی پاشیده شد رو سر رزمندها. خب این میخوام بگم این خدا رو فراموش نکنید. این خدا گفت در حق شما ظلم شد، خیانت شد، نامردی کردن، کل دنیا جمع شدن،
من باهاتون حال کردم، مردونه جنگیدید. یه زیرنویس نبود یا این رونویس بودی اومدی رفتی. بذارید من بگم ببین چی شد بعدش. خدا گفت وایستید حالا من میخوام این کارو کنم. شما مردونگیتون رو نشون دادید، وایستید من این کنم. آقا نفهمیدیم چی شد، بالا پایین تق توق یه سر در بردیم. آمریکا عراق داد به ما. یه دقیقه یه خطیشو نگاه کنید. آمریکا عراق 2 دستی داد به ایران. برید توی این جلسه هیرینگ کنگره وقتی نماینده کنگره دارن به بوش حمله میکنن، متلک میندازن به بوش، میگن مسخرهش میکنن، میگن جورج بوش آدم ایران بود، عراق 2 دستی تقدیم کرد به ایران. گفت وایستید شما مظلومانه جنگیدید، بقیهش ان الله یدافع عن الذین آمنوا. وایستا بقیهش ببین چیکار میکنم. الان داری بین نجف تا کربلا راه میری، 50 تا رو تیرا عکس سردار شماست. عجب. در و دیوار میشه یه زمانی با هم جنگیدن. تمام. سوریه هم همینه. نظر من اینه. شیعه کاری که باید میکرد و کرد. در دفاع از فلسطین، در دفاع از اهل سنت در درجه اول. میگه داعش شیعه کشتن، اما بدونید داعش یا به مراتب سنی بیشتر از شیعه کشتن. سوریه 1% جمعیت شیعه است، میدونید، فقط 1%. شما سنگ تمامتون رو گذاشتید، شما رهبران مقاومت رو در دفاع از بچه اهل سنت تو غزه دادید رفت. واستید ببینید خدا حالا چیکار میکنه. دست خدا از کدوم آستین در میاد؟ آستین جورج بوش در میاد، همین ترامپ میشه وسیله پایین کشیدن شما اینا. وایستید ببینید، بقیش با خداست. روشاش هم متعدد متنوع، خدا دیگه هم دکمه رو میزنه یه چیزی میشه. کن فیکون. زحمتی هم نداره. اما اون کاره رو انجام. ما باید به عنوان یه مؤمن به خدا و تو این دستگاه محاسباتی، نه مؤمن به فرعون، مؤمن به خدای موسی. ببین حضرت موسی چی میگه؟ میگه ان معی ربی سیهدین. در همین هم نکته عیسی که نفرمود ان معنا معیه، اونا بست که قر میزدن. سوال پرسیدن در مورد نمیدونم معاونت راهبردی بنده خدای و مال قانون و فلان. این کلیتش اینه. مثلا این فرد من کاری ندارم، چون مسئله کشورم الزاما این آدم نیست. خب مسئله کشورم مسئله نقض قانونه. همین. وقتی مد شد، وقتی شما قانون رو برای ضعیف، برای ضعفا محکم اجرا کردی، برای اقویا نه، من که قدرتمندن نه، انگار مثلا 2 مدل قانون دارید، تبصره داره، یه نسخه آلفا داره، یه نسخه بتا داره. مثلا این یکی میزنه پرزور اجرا میشه، یکی میزنه کمزور اجرا میشه. این وهن قانونه، این وهن قوه مقننه، این وهن قوه قضایی است. این اصل ماجرا. و اصل مسئله‌مون هم بازم این بابا نیست. مسئله امروز اصلی کشور مسئله اقتصادیه. بدونید حتی اون نکاتی که شما میگید چرا دیر شد فلان، بدونید حتما بخش عمدهش عقبه اقتصادی داره. نه مهمه، نه باید حل بشه. خب من خودم منتقدم. من یکی از دوستان، حالا جا عرض کردم، یکی از دوستان که بعضی تصمیمات توسط برخی از مسئولین ما گرفته شد، دیگه اصلا آدم باورش نمیشه این اثر اشتباه بوده باشه. به حدی ضرب دقیق و کاریه. گفت داشتن فوتبال بازی میکردن، گفت مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب. ما یه استاد اسدیایی داریم وسط زمین گل میزنن به خودمون. داور آفساید میگیره، شانس آوردیم داوره بود،
بزرگتره جلسه میدونن. مسئله اینه که ببین من یه بعضی از این حرفا رو هم به خدا بزنم باز به پرونده جدید تو دادگاه برام درست میکنن. خب چون الان نه، چون اصلا نه نشرکازی به نه هیچی، اصلا دروغ هم نیست راسته. نقد دوست ندارن. خب کار نسیان انتقاد رو بر نمیتابن. جدی میگم مثلا بعضی از این اتفاقات وهن قانونه. مسئله کشور اون تصمیمات چیه؟ مسئله اقتصادیه. به مثال من برای شما زدم. آقا تو یه دقیقه همینجا نشستی بزن شعاع کره زمین محیط کره زمین چند کیلومتره بزن. اینجا نشستین جلوی دردی بخورید. الان میگیری چیه؟ نه مهمه تصمیمه. حالا میفهمی اهمیت داری. چقدر؟ 40,000 اللهم صل. چقدر؟ 40,000 کیلومتر محیط کره زمین. درسته؟ جمهوری اسلامی 470,000 کیلومتر لوله گاز کشیده. حالا ربط داره بردن من؟ تو هم صبوری یاد بگیری خوبه. 10 بیش از 10 برابر محیط کره زمین لوله گاز. روسیه به اون بزرگی نه منظور وسعت مساحتش اندازه ما خطوط گازی پخش نکرد. ما تا کوره دهات ها رو خیلی جا گاز کشیدن بردن. این مفت بوده؟ هزینه بابتش نشده؟ یقینا. روسیه بزرگترین دارنده گاز جهانه. منطقه سرده، یعنی دقیقاً گاز موضوعیت دارد. این عدد و رقم میتونه نشانگری مسئله باشه. خب بقیه چیزا رو میشه همینجوری رفع آمار گرفت. من عمدن 2 تا چیزو مثال زدم که شما بتونید ببینید. یا دیروز عرض کردم جای دیگه. مثلا آقا آبی که در تهران روزانه داره مصرف میشه آب تصفیه شده. نه آب نمیدونم رودخونه حرم حساب کنی نه فلان. اگر یک استخر داشته باشی ارتفاعش 3 متر عرضش 10 متر روزانه ها توی 24 ساعت طول این استخر تهران تا قم آب تصفیه شده داره مصرفش میره تو زمین. این مدل چرخاندن کشور درست نیست. و این حجم از یارانه انرژی، یارانه نمیدونم چی، چرا ما الان مثلا 5 میلیون تا 10 میلیون 8 میلیون همینجا آمارای همینم جز بدبختی‌های ماست که آمار درست توی مملکت نیست. میگن افغانستانی تو ایرانه. درسته؟ خب برای چی میان ایران؟ چرا پاکستان 70% اینا اهل سنت؟ خب تو سنی برو پاکستان. چرا میای ایران؟ ایران میصرفه. جوابش به همین سادگیه. چرا؟ به خاطر همینا. خاطر همین لوله گاز تو خونه شیروا کن. نون مفت. تو اومدی اینجا بگی مثلا اینا رو گرون کنید. نه. خب میگم این مدل درست نیست. جای دیگه این کارو نمیکنن. نه که نداشته باشن، دارن، اما بیشتر دارن. میگم گاز از ما بیشتر داره روسیه. هرگز این کارو نمیکنه. هرگز. نیست. گازو تا اول شهر برده، یه نیروگاه برق زده که گوش کن عقل دارن که برق رو انتقال بده. اتلاف برق، نه شبکه برقی ما بین 30 تا 40% اتلاف برق داره. قدیمیه دیگه. گازو برده این که اتلاف نداره که. اونجا یه نیروگاه کوچیک زده، یه محله یه شهری رو داره چیکار میکنه؟ برق میده. یعنی اجاقشون هم تو خونه اجاقشون برقیه، بخاریشون هم برقیه. درست شد؟ آب گرم بعضن مال یه محله، یعنی یه محله با هم شیر آب گرم، یعنی لوله آب گرم میاد لوله آب سرد میاد. چین که اینجوری بود. بعد این هم نیست فردا یه موشک بارانی شد یه جنگی شد با یه دونه گلوله بزنی برق 3 میلیون نفر بره با یه موشک، چون نیروگاه اصلی برق نه، چون کوچیک اینجوری دارن نمیشه کارش کرد. ما تنها کشوریم فکر می‌کنم در دنیا که هم گاز کشیدیم بردیم هم برق کشیدیم بردیم. از نظر من خطا بود، اشتباه بود. چرا؟
چنانچه به 400,000 کیلومتر لوله رو با بشه دردت میخوره. الان مثلا گازم تموم شد، حالا به ناترازی خوردی، باید صنعت رو خاموش کنیم که مردم راحت گاز بسوزونن، گرون بکنیم مردم ناراحت میشن. اصلا وضعیت رو میبینی؟ قفلو فشار نباید بیاد به قشر مستضعف، درسته؟ از اون طرف هم ما الان به 130 میلیون نفر اطرافی ها کشورمون داریم چیز میدیم، بنزین میدیم. درگیری ما و پاکستان با هم دیگه موشک زدیم، اون مرز بسته شد، چند روز مرز بسته بود دیگه چون خیلی امنیتی شد، بلوچستان و پاکستان به بحران بنزین خورد. خب برای چی باید این نفر به قاچاقچیش اینو بده؟ به مردم عادیش نده. برام میگم بعضی از تصمیمات در کشور ما جوری کاری ضربه زده اصلا نمیتونی باور کنی عمدی نبوده. یعنی انقدر خوشگل اصلا گل زیر تاق زده، میگه تو واقعا دروازه ما رو دروازه حریف دیدی. مسئله اینه. اینو کی باید مطالبه کنه؟ ما. برای همین میگم بعضی از این چیزا، بله اینجا که وهن قانونه درسته ها، من قبول دارم، اما مسئله الان این نیست. بعضی بدشون هم نمیاد 6 ماه 7 ماه 1 سال ملت درگیر این باشن، این ماجراها باشن. مسئله ببین آقای برادر من، مسئله اینه که اون روی کرده آن دولت و آن مجموعه چیز در مورد ارتباط با آمریکا، حالا شهرامشون نباشه بهرام علم میکنن. شهرام رو نفرستی، شهرام میره پشت پرده به بهرام میگه برو اینجوری بگو. اون باید حل شه. یعنی متوجه باشن بله مجلس باید بهش به تریج قباش بر بخوره، بگه من قانون دارم میذارم تو فاتحشو میخونی؟ یکی تره خورد میکنه برای ما. این درست، این درست. اما اهم و مهمی که گفتم امیرالمومنین گفت الان وقت معاویه است نه نماز مستحبیه. الان باید بفهمیم که چیکار باید بکنیم. شما خب مردم پاکار باشن، مخلصانه با خدا، اون نیت لله و مجاهدانه عمل بکنن، شما شک نکن خدا دست خدا از تو آستین جورج بوش هم در میاد. بلده و خداییشو بلده، اصلا نگران نباشید. ما بندگیمون رو درست بکنیم، نمیخواد به خدا یاد بدیم، اون تمام بلده. اما مسئله اینجاست که یک عده، یک جریان‌هایی، یه مرجفونی، اینا دل مردم رو خالی میکنن. اینا ظرفیت‌های داخلی رو اینجا پیچه رو باز میکنه، آب بره تشنگی بخوریم که مجبور بشیم برای آب دست دراز بکنیم. عین اینه که تو خیمگاه امام حسین نه تنها طرف نرفته مثل حضرت عباس آب بیاره که هیچ، اگه یه مشک آبم بوده یه نفر یواشکی سوراخش کرده و اومده چیکار کرده برای این تولید ادب. من اینا رو دارم میگم، تولید ادبیات کرده. اصلا میبینی بچه حزب اللهی داره از این سیاست دفاع میکنه، فکر میکنه کار درست داره میکنه. ما امسال بنزین وارد 5 میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم، سال دیگه میشه 8 میلیارد دلار، 450,000 میلیارد تومان وارد کنیم که به دست پاکستانیه. عجب. وارد کنیم بره دست افغانستانیه. عجب. وارد کنیم بره دست اماراتیه، قاچاق بشه بره. وارد کنیم بره دست قاچاقچی. بعد قاچاقچی هم اموالشون رو تو داخل نگه نمیدارن، میگن هر لحظه اگه ما دستگیر بشیم کل اموالمون مصادره میشه. همه اینا میره بیرون، میره ترکیه. بخش مسکن ترکیه رو ایرانی‌ها آباد کردن. ترکیه که به محور مقاومت داره خنجر میزنه. از نظر من اون قاچاقچی مقصر نیست، از نظر اون کسی که شرایط قاچاق فراهم کرده مقصره. مقصر اصلی اوه. اونم مقصره درصد پایین‌تر. در اسلام میگه دست دزد میتونه قطع کنی، اما شروطی داره. یکی از شروطش اینه که پول دم دست نذاشته باشی. او باید یه چیزی رو باز کنه برداره دستش قطع. یعنی تو شرایط محرک برای گناه درست بکنی. ما این شرایط فراهم کردیم. الان بنزین میگم تو پاکستان $1 90,000 تومان، بگو اصلا 80,000 تومان، 75,000 تومان، چی؟ اینجا 3,000 تومانه. اصلا قاچاقچی قاچاق نکنه کفران نعمت کرده. مثلا بنزین میپره میره اونور، میکشه این قیمت میبره اونور. بعد یه شیلنگی پیدا میشه زیر دریا، دیدید؟
اخبار داره نشون میده. بعد یارو نشون میداد توی کدوم که استانا بود، نون بربری رو دید چیکار کرده بود؟ در و دیوار و درخت و چی رو همه جا نون بربری آویزون کرده بود. برای چی؟ نباید از بی خل بشه. خود تو چرا میگی مهاجره چرا اومد ایران؟ چرا نیاد؟ من باشم چیکار میکنم؟ راهکار بده. اینا میدن به خود آدما بر مبنای کد ملی. اونی که کد ملی نداره باید بره آزاد بخره، یا بیشتر از سهمش میخواد بخره بره اونی که از صرفه جویی کرده از اون بخره، پولش هم بده. مردم هم بلدن همونجوری که تا لنگ دمپایشون رو تو دیوار میذارن میفروشن، سهم بنزینشون رو بلدن بفروشن، هر چی سهمی داشته باشن بلدن بفروشن. شما اون موقع اونی که 4 تا ماشین داره، ماشین آفرودی داره، دخترش پسرش خودش زنش جدا جدا ماشین دارن، اون پولشو میده میخره. از کی میخره؟ از اون کسی که ماشین نداره، اما به عنوان یک ایرانی سهم از آن سرمایه ملیش داره. بر مبنای کد ملی بنزین رو به کد ملی بدید. 85 میلیون ایرانی 105 میلیون لیتر روزانه بنزین تولید میشه. شما 85 میلیونشو پخش کنید، بقیه‌شو بذارید دست دولت که بتونه تنظیم گری کنه، میشه ماهی 30 لیتر. یه خانواده 4 نفره 4 تا 12 120 لیتر سهم بنزینشونه. هر کار دوست داشتن بکنه، به من شما دیگه ربطی نداره. بعدیش چی باشه؟ بعدش قیمت خود مردم تعیین میکنن. کم آوردی از باجناقت قرض بگیر، باجناق کوفتم بد نمیده، اما حالا بگیر، خب بخر، قرض بگیر، تو خودت میدونی. اما اینکه ما هر سال 5 میلیارد دلار بنزین وارد بکنیم که بدیم پولدار داره. بعد یه تصویری ببینید شما مثلا تو تهران توی استخر روباز وسط زمستون دونای برف داره میاد، این تو آب گرم داره حال میکنه. ما کمونیست نیستیم، یارو حال بکنه، اما پول گاز آزاد بده، بلیتش به جای 300,000 تومان 1 میلیون تومان باشه. دیگه پیاده رو شما ببینید، شما چون منطقتون گرمه خیلی سنس ندارید به اون بحث سرما. الان میدونید اردوغان کجا داره تامین غذا انجام میده؟ تبریز. چرا؟ چون مفته. یعنی آوردن چیکار کردن؟ گلخونه ها رو آوردن تو آذربایجان زدن. کارگر ارزون، انرژی مفت، میره ترکیه براش میصرفه. بعد میزان انرژی که یه گلخونه در تبریز در آذربایجان نسبت به خوزستان مصرف میکنه 60 برابره. یعنی 60 تا گلخونه تو صرفه به وجود آوردی. اصلا اون اونجا نسازه احمقه، حتما این کارو میکنه چون تو براش صرفه به وجود آوردی. این کارو میکنه. مادام ما کشور رو ببین یه سیاست های غلطی با پوپولیستی، مردم اینا میخوان دست بزنن به اینا، کشور تمام کرد. گوش کنید، تمام کرد. گاز ناترازی، برق ناترازی، بنزین ناترازی، میبینی؟ آب کم بود. هر جای دیگه دنیا بود اون حجم آبی که میگم تو تهران داریم، این آب تمیزه، یارو ظرف شسته، حیاط شسته، میشوره حیاط، میشوره حتما سنگای حیاطو با چیز مثلا هر دستشویی میرن شما شبه جزیره درست کردن و بغل حالا آب بازی کردن. برای چی؟ برای که مفت. با اون آبی که داره میریزه تهران، هر جای دیگه بود تهران تا قم به عرض 30 کیلومتر گلخونه زده بودن. مثلا روسیه وقتی روابطش با غربیان دچار مشکل شد تو تامین غذا اونا خیلی سبزیجات استفاده میکنن، ندارنم. بعد باید ما بازارشون رو میگرفتیم. چیو میگرفتیم؟ چیزی نداشتیم بگیریم. انقدر تولید نداشتیم. باید سریع اینجاست که اون تصمیمات درست باید گرفته بشه. بعد چی؟ بازیای مزخرف، این با اون تیکر میندازه اون تیکر میندازه. ما اگه انتقاد میکنیم راهکار هم کنارش میدیم. آیا با اسرائیل نوشته درگیر خواهیم شد؟ من وقتم گذشته باید برم، بعد من اهوا سخنرانی دارم دیر میشه. محضر شما نمیخواد آقا بشه. خدمت شما عرض بکنم اونم اینه که بله ممکنه الان اسرائیل روی دوگانه گیره. میگه الان بهترین وقت زدن ایرانه. دو، منتظر یه چیزی هم هست. میگه من یه آشوب داخلی تو ایران درست بکنم بعد بزنم. مثل سوریه دیگه، تاریخ به هم حمله کرد، تمام زیرساخت‌ها رو زد. منتظرونه. اما پاسخ ایران هم میترسه. و از اسرائیل که مهم نیست. اونا یه پکن صهیونیسم جهانی. اونا با خودش میگن واکنش ایران چیه؟ آقا ما ایران رو زدیم. مثلا ایران چیکار میکنه؟
اسرائیل رو میزنه. با چی میزنه؟ چه جوری میزنه؟ بعد اون مرحله اول حملهش ما چیکار باید بکنیم که اون نتونه بزنه؟ بعد میگن آقا دعوا میکشه به همپیمانان و مثلا اینا، مثلا عربستان هم هوا میشه مثلا حالا فردا باز بر ما پرونده درست نکنن امنیت ملی را فلان کرد مثلا. کلا فقط منم همه این کارا رو میکنم، هیچ کی دیگه تو کشور هیچ حرفی نمیزنه. خب و مثلا توی مریخ یه جایی هست اینجوریه، اونجا هم عربستان داره، زدن یا حالی به آرامکو دادن، بعد یهویی مثلا 10 میلیون بشکه روزانه بنزین هوا شد، چه نفت هوا شد. اثری که روی قیمت نفت داره چیه؟ شما اینجوری تحلیل میکنید آیا میتونه این بخشی از یه پروژه‌ای باشه مثلا چی که قیمت جهانی نفت شدیداً بره بالا، آمریکا خودش نفت داره که چین ضربه بخوره، بعد تا چه حد بره بالا، چون از یه حدی هم بیشتر بشه باز خود آمریکا هم ضربه میخوره. درسته بزرگترین تولید کننده نفت جهان آمریکاست، خب اما خودش هم یکی از بزرگترین مصرف کننده هاست. یعنی حاضرن یه ضربه‌ای بخورن اما مثلا رقیب اصلی رو رد خارج کنن. اینا رو دقت کنید. بعد آیا این موجب نزدیکی بیشتر چین و روسیه نمیشه؟ یعنی چین مجبور شه تون از روسیه نفت بخره. خب اینا همش محاسبات، همین محاسبات تا الان دست نگه داشتن. اگر ما جوری عمل کردیم که اون محاسبات به صفحه چیزی که حمله به ما رو بیشتر کرد میکنن، اما اگه برعکس عمل کردیم نه نمیکنن ابدا، دیوونن. خب برای همین باید قدرتمند موند. اصلا سر داشته ها، سر تفنگ و چوبی که دستته هرگز نباید مذاکره کنی، حتی باید اینا رو اضافه تر کنی. ببین یه سوریه از دستمون در رفته، وقیح تر شدن تو منطقه، میگم دیگه مرز با اسرائیل اینا از دست دادن. میبینید باید فکر کرد، باید برنامه ریزی کرد. بله میشه کار کرد، چرا نشه؟ حالا بعضیشون گفتم نمیشه دیگه، خیلی حرف زد. خب تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات